خیلی از ما مثل مغازه‌دار وسواسیم، اینقدر نگرانیم که دکور مغازه خوب باشه یادمون رفته در مغازه رو باز کنیم. اینقدر منتظریم همه چی عالی بشه که شروع کنیم که رویاها در حال اضمحلالن. مثل کسی که بیرون استخر تمرین شنا میکنه یادش رفته بعد شیرجه بزنه توی آب. کسی که یه هدفو 40 سال نشونه گرفته یادش رفته بعد شلیک کنه. من میخوام بگم در مغازه رو باز کنیم، بپریم توی آب، شلیک کنیم، شروع کنیم. اون صدایی که درون ماست، چون زندگی به طرز بیرحمانه کوتاهه و این صداهای افسردگی به ما یادآوری میکنه که باید کاری کرد، باید رد پایی در این سیاره برجا گذاشت. وقتی شروع هم میکنیم قرار نیست همه چیز عالی پیش بره. استراب همه وجود اونو میگیره، ولی استراب بهای بلیت زندگیه. استراب به معنی مثبتش که داریم کاری میکنیم و چالش ها خودش رو به ما نشون میده، قیمتیه که میپردازیم برای اینکه زندگی کنیم به معنی واقعی و عمر نکنیم.